بچه بودیم تو مکتب خانه میخوندیم و اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت، معنیش نمیفهمیدیم آنگاه که دریا ذوب میشه، آنگاه که دریا گداخته میشود، گرم میشود و آنگاه که دریا منفجر میشود. اذا البحار سجرت، سجرت یعنی جوش میاد، خلخل میکنه از بس که جوش میشه. بعد که به جوش آمد و اذا البحار فجرت، منفجر میشه تو هوا، تا اینکه تسونامی سومترای اندونزیا رخ داد، جزیره‌ای که زن و مرد نیمه لخت میرفتن اونجا. دوستان تعریف میکردن علما که این جزیره اولین جزیره‌ای بوده که اسلام وارد این جزیره شده، مردمشون فرشته گونه زندگی میکردن، تا اینکه فساد اخلاقی و انحراف و بدعت و اختلاف و بی‌تقوایی و بی‌ناموسی در میان اونها رخنه کرد. پدر در نماز صبح بود، دختر و پسرش تو کاباره و بار بودن، بی تفاوت نسبت به دختر و پسر، نسبت به ناموس، نسبت به جامعه. فکر میکرد که خودش نماز بخونه کافیه. به دخترش نمیگفت تا نصف شب کجا بودی، پسرش کجا رفتی، با کی هستید. سبحان الله، در یک روزی که زن و مرد همه اونجا نیمه لخت و عریان بودن، شنا میکردن، یک دفعه آسمان تاریک شد، یک فعل و انفعالاتی در زیر آب شد، در ته دریا زمین جابجا شد، مواد جابجا شد، زلزله‌ای در زیر آب رخ داد، 9 رشته زمین باز شد. مواد مذابی که اون منطقه بود، معمولا جنوب شرق آسیا کوههای آتشفشان و فلان، اونها هم فعال شدن. زمین باز شد، آب فروکش کرد، کل آب رفت پایین. اینهایی که کنار ساحل بودن، تو جزیره بودن، طوری وسوسه شدن که برن ببینن آب کجا رفت، کجای دریا سوراخ شد آب رفت. اینا را برد تا سر اونجایی که آب رفته بود پایین، آب فروکش کرد. یک دفعه 15 متر با سرعتی که خدا میدونه و قدرتی که خدا، این آبی که اول مواد مذاب قاطیش کرد اونجا به اوج حرارت رسون، بعد منفجرش کرد تو فضا. اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت. حالا رفته 15 متر آب آمده بالا. اینجا بود که احساس خطر کردن. یه عده شورت خالی تنشان بود، یه عده لخت بودن. زن و مرد اگر 2 تا پا داشتن 4 تا پای دیگه قرض گرفتن و شروع کردن به دویدن. حالا شده کابوس ببینی که یه دزدی میخواد تو رو بکشه، یه قاتلی دنبالت، یک مجرمی خنجر گرفته، هر چی میدوی سر جای خودتی، صدا میزنی ایها الناس منو میخواد بکشه، صدا نمیره، سر جای خودتی دزد بهت میرسه، قاتل بهت میرسه. شبیه کابوس شده بود براشون، هر چی میدویدن نمیتونستن. 15 متر ارتفاع منفجر شد، مواد مذاب، جوش با سرعت 800 کیلو در ساعت اونها رو دنبال کرد تو ساحل. هر چی میدویدن، چقدر میتونه یک دونده 100 متر سرعت چقدر میتونه بدوه؟ با سرعت 800 کیلومتر در ساعت همین انسانها رو دنبال کرد که این جزیره پاک و تبدیل به فحاش خانه کرده بودن. دنبالشون کرد تا مسافت 10 کیلومتر با سرعت 800 کیلو در ساعت رفت و خشکی. کشتی 2000 تنی آهن بلند کرد، بر روی یک روستا گذاشت. قدرت خدا رو ببینید. اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت. همه جسدهایی که پیدا شده بود بعد گرفتن اون 500,000 جسد، اکثرشون کبود بود، سوخته بودن. آب که آدمو نمیسوزونه. نمیشه با قدرت خدا. و ما یعلم جنود ربک الا هو. روزی که خداوند زمین رو از آسمان جدا کرد، زمین در حال لرزش بود. خداوند در حضور و انظار ملائکه کوه و انداخت تو زمین. زمین آرام گرفت، لنگر شد.
و الجبال اوتادا. اوتاد جمع وتده، تو سوره نبأ هست. وتد میخی که خیمه رو میکوبن که باد اونو چه نلرزونه. و الجبال اوتادا، این کوههایی که میبینید 1/3 روی زمینه، 2/3 تو لایه های زمینه که قارات رو به هم وصل کرده. و الجبال اوتادا، زمین لنگر شد. فرشتگان گفتن بارالله، از کوه مخلوق قوی تر دارید که چطوری زمین رو لنگر کرد؟ گفت بله، از کوه قوی تر آهن دارم. پتک میزنید صخره رو تکه تکه میکنید. گفتن بارالله، از آهن موجودی قوی تر ساخته اید؟ گفت بله، آتش قوی تر از چه؟ آهنه. کارخانه ذوب آهن اصفهان، آتش آهن ذوب میکنه. گفتن بارالله، از آتش موجودی قوی تر ساخته اید؟ دارید در اختیار؟ گفت بله، آب. کی باور میکرد؟ به نظر شما این قوی تره؟ من اگه بزنم این انگشتم یا مشتم خونالود میشه، انگشتم خرد میشه. حالا بزنم تو آب، این قوی تره یا این صخره؟ عقل من تو میگه این قوی تره، ولی خدا میگه این قوی تره. اینا کن. گفت از آتش قوی تر آب، آتش رو خنثی میکنه. گفتن بارالله، از آب قوی ترم دارید؟ گفت بله، باد. وقتی طوفان میاد حد قطری آب به جایی میزنه، دریا رو متلاطم میکنه، پرت میکنه به ساحل، به اون طرف، هر طرف که باد بچرخه. گفتن بارالله، از باد موجودی قوی تر دارید؟ گفت بله، از باد و آب و آتش و آهن و کوه و زمین و از همه موجودات قوی تر بنده مؤمنم هست.